تا به حال فکر کردی که چه چیزی باعث میشه که یک درخت به این بزرگی و قطوری بشه؟ جواب ساده است. این درخت مثل اکثر نوابغ تاریخ در ابتدا دونه کوچیکی بوده، اما با شکستن پوسته خودش و رشد کردن مداوم و بیوقفه، نه برای روزها یا ماهها بلکه برای سالها به این استحکام حال حاضر رسیده. مشکل اینه که اکثر افراد فکر میکنن که نابغه ها با یک محبت خدادادی به دنیا آمدن، در حالی که هیچ موفقیتی بدون تلاش حاصل نمیشه. به قول میکلانج، اگر میدانستید رسیدن به آن نیازمند چقدر تلاش است، نامش را نبوغ نمیگذاشتید. ما فقط موفقیت اونها رو میبینیم، اما شکست‌های متعددی که باعث رسیدن به اون موفقیت شده رو نمیبینیم. فرق اونها با افراد عادی این بوده که میانه راه تسلیم نشدن و حالا پاداشش هم میگیرن. همه چالش‌ها در ابتدا دشوار، در میانه راه پر هرج و مرج و در انتها زیبا هستند. این کانسپت کلی این چنله و اسم چنل از دو کلمه ژاپنی سیچو به معنای رشد و کای به معنای آزادسازی که یعنی آزادسازی پتانسیل رشد گرفته شده. و قرار این چنل قدم به قدم بهت کمک کنه تا مثل اون درخت عظیم رشد کنی. البته خود من هنوز به اونجا نرسیدم، چون معتقدم رشد و یادگیری چیزهایی هستند که نباید هرگز متوقف بشن، چون پتانسیل یک انسان برای رشد بی‌نهایته. اما هر چیزی هم که در زمینه قوی تر کردن 4 قلمرو درونی یاد بگیرم رو توی این چنل میذارم. و راجع به 4 قلمرو درونی اونها، قلمرو ذهنی، قلمرو قلبی، قلمرو روحی و قلمرو سلامتی رو شامل میشه. خوشبختانه این روزها توی سوشال مدیا به وضعیت جسمانی توجه بیشتری میشه، اما این تنها یکی از قلمروهای درونیه که نهایتاً 25% قدرت داره. و با پرطرفدارتر شدن روانشناسی و تاثیر افکار روی سرنوشت و تصویر ذهنی و اطرافیان فرد به قلمرو ذهنی هم تا حدودی پرداخته شد. اما تو بعضی از کلیپ‌های انگیزشی که احتمالاً دیده باشی، ارزش قلمرو قلبی پایین آورده شده و به قلمرو روحی هم که خیلی کم اشاره شده. قلمرو ذهنی و قلمرو سلامتی با هم تنها 50% قدرت درونی یک فرد رو دارا هستند، در حالی که احساسات به فرد انرژی میدن، به نوابغ دلیلی برای ادامه دادن و عبور از تمام سختی‌ها و مسیری که از جهنم میگذره رو میدن. و چیزی که خیلی‌ها فراموش کردن اینه که قدرت واقعی از عوامل بیرونی نشأت نمیگیره، بلکه قدرت تنها از عوامل درونی نشأت میگیره. پس باید اونها رو تا جای ممکن قوی‌تر کنی و با قوی‌تر کردن اونها میتونی آثارش رو توی عوامل بیرونی هم ببینی، چون جهان اطراف تو انعکاسی از خودت است. توی ویدیوی بعدی میبینمت.